باور میکنین وقتی که یک شخصیت درباره وطن من بد گپ میزند چنان سختم میرسد که فکر میکنم که کسی مادرم را دشنام داده ایستاده است. امیر جان، امی تاجیکستان چی چیزاش خوشت آمد؟ 2 روز از تاجیکستان هستی. بچه‌ها شهرش خیلی پاک و مقبول، خیلی جای خوبی است، واقعا چه زندگی بر خودشان ساخته، خیلی با کیفیت است، خیلی خوبش است. من که خوشم آمد. ما فعلا تاجیکستان هستیم، چکر آمدیم تاجیکستان که تاجیکستان بسیار یک جاهای مقبول داره. وطن داره از اصلا تاجیکستان نیاین، اصلا به درد نمیخوره، نه دولتش نه مردمش. بسیار یک دولت پستی داره که یکی از بی‌شرف‌ترین مردم دنیا هستند. به هیچ وجه پایتان در تاجیکستان نمانین. اصلا زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ حقوق شما را کسی در تاجیکستان پایمال میکند؟ معامله مردم تاجیک با شما چگونه است؟ زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ بیاین یک جای حقیقت را تماشا میکنیم. دوستان عزیز، من یک چیز رو به شما توصیه دادنی هستم. از همین چیز من خودم استفاده بردم. این برای شخصانی که خنک گرفتگی دارند، پروستاتا دارند، حس پیشاب میکنند، برای دوامناکی همخوابگی، برای گیمرای، حتی شخصانی که گیمرایشون کهنه شدگی باشد، بسیار بسیار مفید است. باور کنید دوستان عزیز، حتی زنها میتوانند از همین چیز استفاده برند. برای میوما، کیستا، درد بچه‌دان، خنک گرفتگی یک دارویی هست که باور کنید به تعریف زیبی تعریف است. یک بار شما از همین خریداری کنید، نتیجهش رو ببینید، بعداً در حق ما دعا میکنیم. شرکت زیارتشاپ با حجامه و داروهای گیاهی از جمله طبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر بر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. سلام به همه دوستداران حقیقت. من همچون یک بلاگر تاجیک امروز میخواهم یک چند سخن بگویم با آنهایی که اول با تعریف و توصیف تاجیکستان به خاک ما آمدند، بعداً با کارهای نامطلوب خود آبروی خویشتن را پس کردند. ما تاجیکان مهمان نوازیم و مهمان برای ما قدر دارد، ولی وقتی که مهمان قانون شکنی میکند احترامش را از دست میدهد. آنهایی که امروز در ویدیوهایشان از کشور ما بد میگویند فراموش کردند که کی آنها را به اینجا دعوت کرد، کی با احترام پیشواز گرفت و کی با اساس قانون خارجشان کرد. برادرانم، تاجیکستان کشوری فرهنگ، قانون و اخلاق است. اگر شما از قانون شکنی خود شرم نمی کنید، پس لایق آن نیست که ملت ما را بر زبان آرید. ما هرگز ملت و مردم افغانستان را تحقیر نمی کنیم. ما با مردم مشکلات نداریم. این رفتار شما بود که ضد قانون ما. حقیقت را با تحقیر نه، با آداب می گویند. ما تاجیکیم. جواب پستی را با بلندی می دهیم، با زبان، فرهنگ و قانون. این دو نوع شخصیتی که در اول نوار دیدید، اگر شما از نوارهای اینها آگاهی پیدا کنید، باور بکنید این شرمندگی است. اینها را چخیل اجازه دادین که یک ملت بزرگ افغان پس بزنند. چقدر نوارهای غیر اخلاقی دارند. با اینها زبان برآورده یک ملت تاجیکی که دنیا ای را اعتراف کردگی هست، یک ملتی که دنیا از این علم گرفتگی است، فرهنگ و قانون ای را اعتراف کردگی هستند، درباره این ملت بد گپ زنی. اینها دو کودک به عقل فتنه‌گری که از علم بوی ندارند در بین مردم تفرقه می اندازند که اینها خود میدانند که اکثریت مردم افغانستان در تاجیکستان چه زندگی خوب دارند. باور بکنید بعضی هایشان شرایطشان از ما بهتر است. بعضی کارهای اینها دارند ما نداریم. بعضی بیزنس های اینها در تاجیکستان دارند ما نداریم. چون که اینها قانون اطاعت میکنند. هر دولتی که سفر میکنید اول درجه از فرهنگ و از مدنیت و از قانون و آگاهی پیدا کنید، بعداً سفر به او دولت کنید. آمده در اینجا به ترتیبی و غیر اخلاقی کارها میکنید، فکر نکنید که اینجا خانه پدرتون هست یا اینکه دیگر جا. شما باید شکرانه کنید که شما را راه دادیند و داخل شده اید، چون که تاجیکستان درهاش برای همه کشاده است. همه سخنهای من درباره همین دو ناشخصیتی است که آمده در داخل تاجیکستان گشتند، با مردم نشینخیز کردند. وقتی که کارهای غیر قانونی کردند آنها را از اینجا خارج کردند. بعدا زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ شکر خدا، زندگی در تاجیکستان بسیار راحت است، بسیار خوب است. از خیر و برکت امام علی رحمانوف صاحب رئیس جمهور کشور تاجیکستان ما چندین ماه میشه که در تاجیکستان
زندگی میکنیم و بسیار یک زندگی خوب و خوش داریم و ما راضی هستیم. حقوق شما را کسی در تاجیکستان پایمال میکند؟ نه خیر نی، اینجا حقوق همه برابرن. افغان‌ها هم مانند تاجیک‌ها اینجا زندگی میکنن، حقوقشان برابر است. معامله مردم تاجیک با شما چگونه است؟ تا فعلا الحمدلله کدام معامله کدام برخورد خراب همراه ما صورت نگرفته. دیگه کسی که تابع قانون، تابع امی فرهنگ تاجیکستان باشه انشالله که بسیار مردم خوب، بسیار مردم با عزت با فرهنگ هستند. معامله مردم با شما چگونه است؟ معامله مردم با ما بسیار معامله خوب دارن، رفتار خوب میکنن و بسیار با ما کلتور و فرهنگ ما خوبتر تعریف که یک است. یکی است. بله. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ بهترین زندگی. اول عرض سلام، محمود کاروان هستم، محافظ افغانستان. 5 سال از همیشه هستم، در خوجند زندگی میکنم. بهترین زندگی است. معامله مردم با شما چگونه است؟ چی رقم برای شما بگویم؟ همی که هم کش، هم زبان و هم برادر و هم دین و هم مذهب هستیم، همه رفتار ما برادران است. کسی حقوق شما را پایمال میکند؟ به هیچ صورت. به هیچ صورت. حقوق شما را کسی پایمال میکند؟ نه خیر نه، به هیچ وجه. اینجا حقوق همه برابره. اینجا قانون دارن، اینجا حقوق برابره، همه چی خوبه. مردم تاجیکستان چه تمنایی داره؟ فقط دعا میکنیم که مردم تاجیکستان همیشه متطنج باشن، آرام باشن، سرفراز باشن. همی که از ما مهمان نوازی میکنن، عزت میکنن. ما حافظ هستیم، زبان یک مملکت هستیم که از نمایندگی یک مملکت میکنیم، زبان یک مملکت هستیم. ما از دولت تاجیکستان به خصوص از جناب رئیس جمهور آقای امام علی رحمان اظهار سپاس میکنم که بر ما همی زمینی آسایش آرامی را مساعد کردن که ما اینجا زندگی میکنیم. سلامت باشید. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ زندگی در تاجیکستان بسیار عالی است. کسایی که از افغانستان میان، یعنی کشور دوم، کشور خود میدانن اینجا، بسیار کشور با عزت و با آبرو، با مهاجرین بسیار برخورد خوب میکنه. زندگی در تاجیکستان چگونه است؟ زندگی در تاجیکستان برای ما افغان‌ها بسیار خوبتر است. ما کشور امنیت که در کشور خود نداشتیم، اینجا بهترین امنیت داریم از هر لحاظ. معامله مردم با شما چگونه است؟ از معامله مردم بسیار راضی هستیم، بسیار معامله خوب دارن. مردم تاجیک، ما هم تاجیک هستیم، بسیار خرسند هستیم از رفتار مردم تاجیک. همانطور که معلوم است مردم تاجیک بسیار مهمان نواز هستند و بسیار مهمان نوازی های زیادی از تاجیکان اینجا دیدیم. حقوق شما را یگان کس پایمال میکند؟ نه خیر نه. وقتی که تابع قانون، تابع فرهنگ تاجیکستان باشی، بر رسم و رواجش پابند باشی، هیچ کس حق و حقوق تا پایمال نمیکنه. و مردم تاجیکستان چه تمنایی دارید؟ مردم تاجیکستان بسیار مردم خوب، مردم با فرهنگ. انشالله خداوند همیشه کشور تاجیکستان سربلند و آباد داشته باشه. با گفته خود شما تاجیکستان به پیش. سلامت باشید. زنده باشید. گرزی ایران تاجیکستان یا که افغانیم، جان برادر همه از یک دل و یک جانیم، جان برادر. گرزی ایران تاجیکستان یا که افغانیم، جان برادر همه هم رسم و هم زبانیم، جان برادر.